ویلچر این قابلیت داره که نشیمنش از سطح زمین، کف زمین تا ارتفاع 80 سانتی متر بالا بیاد برای دسترسی راحت به مکانهای بالا مثل کابینت آشپزخانه، مثل ظرفشویی، اجاق گاز. این به صورت برقی ریموت شارژی اینا بالا میاد و خود کاربر دیگه میتونه کارهای روزمره‌شو که قبلا براش مشکل بود به راحتی انجام بده. ویلچر این قابلیت داره که نشیمنش از سطح زمین تا ارتفاع 80 سانتی متری به صورت کاملا دستی مکانیکی بدون نیاز به برق و باتری بالا بیاد و برای زمان مناسب هست که کاربر دستاش توانایی نداشته باشه و توسط همراه میخواد هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی ویلچر جابجا بشه. خیلی راحت، نرم روان بالا میاد و همراه برای حرکت و جابجا کردن بیمار خیلی راحت میشه. این ویلچرها نشیمنشون از سطح زمین، کف زمین به دو حالت مکانیکی و برقی از طریق ریموت بالا میاد. از کف زمین تا ارتفاع 80 سانتی متری. این نمونه به صورت مکانیکی بالا میاد و این به صورت برقی و شارژی. تفاوتشون تو در قیمتشون هست. خب این قیمت پایینتری داره نسبت به برقی. برای سوار خودرو شدن، پیاده شدن از خودرو، رو تحت خواب رفتن اینا مناسب هستن. چرخهای جلو میرن زیر شکم خودرو، نشیمن میره رو صندلی خودرو و اون فرد کاربر یا بیمار میتونه راحت خودش رو منتقل کنه روی صندلی خودرو یا برعکس از روی صندلی خودرو به راحتی میاد به بیرون.